بیش از 2 هفته می شود که چراغک راهنما در منطقه گلستان شهر خوجند راه نشان نمی‌دهد. این حالت باعث نگرانی ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک گردیده است. کارناشایان شدن چراغک راهنما باعث تنبشوی راه و به وجود آوردن حالت‌های صدمه‌ناک گردیده است. رانندگان نقلیات‌های مسافرکشانی ابراز می‌دارند که بنابر راه نشان ندادن چراغک همروزه در این منطقه تنبشوی زیاد نقلیات‌ها مخصوصاً صبح و بیگاه به نظر می‌رسد. بر ضمن این حالت‌های صدمه‌ناک نیز به چشم رسیده باعث زیاد شدن خراجات می‌گردد. نه دوست کوچک میشد، قیم میشد. من میگه عذاب هیچ چیزی نمونه یک ماش. سال قیمتر ده. کارخونه نقدی بچه؟ چراغک راهنمای این منطقه نزدیک 1 ماه می شود که از فعالیت باز مانده است و ساکنان از فعال نمودن رنگ های چراغک نگرانی می کنند. بعدی به نوار گرفتن حالت کارناشایانه چراغک راهنما متخصصان کارخانه دولتی مخصوص گردانیده شده وصل و استفاده ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت تجهیزات تنظیم کننده چراغک راهنما را از نظر گذراندند. متخصصان معلوم کردند که پلاته چراغک راهنما سوخته است. برای دوباره برقرار کردن این قسم چراغک باید تجهیزات از کشور ازبکستان و یا خیتای وارد کرده شود. در عکس حال چراغک راهنما راه نشان نخواهد داد. خود به خود منو سوژه سرخ شد، موضوع زرد بود، منو سرخ شد. دوستید می؟ خود به خود کود میشه. چه خواهد منطقه کار میکنه؟ چند روز به تقریبا سویتفور تعمیر میشه؟ موضوع اصلی زبچست نمیدونگیش. امروز تلفن که تعیین میکنم، فردا بیارم اگر بسیار تعیین میشه. سردار قطعه کارخانه دولتی مخصوص گردانیده شده وصل و استفاده ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت عبدالله گدایبویف ابراز می‌دارد که از وضع کارناشایانه چراغک راهنما از سال 8 اپریل این جانب خبر دارد. بنابر تنقیص مالیوی سری وقت این کارگاه نتوانست چراغک راهنما را تعمیر و تجدید نماید. همین اپریتی که در چراغ راهنمای گلستان گذاشته شده بود از سبب نامعلومی و از سبب بلند و پخشوی برق می و از سبب یگان آبرسی کابل ها می سوخته کارناشایان شدگی قسمی داخلی اساسی جوش. همین روز مسئله مبلغش حل شد. ما متخصص دعوت کردیم و عمده متخصص از نظر گذران دوستیم بعد تعمیر کردن خود خود روزهای نزدیک بودیم هیچ چسبونیم. خطا نکنم روزی 8 اپریل بود. ما در کتاب قید کردگی از سبب که تجهیزات پیشینه در چهارراهی امینجان شکویی اسماعیلی سامانی ویران شده بود. همین متخصص تعمیر که داده بودن مبلغشون ما پرداخت نتونستیم. از سبب ندادن مبلغ اوستا اول قرض پیشینی ته بعد تعمیر میکنم گفتم از همین سبب این تا همین روز کشال یافت. همین صبح مسئله مبلغ از طرف حکومت گفتشنی شده حل شد. من کاربری سر کردیم خدا خواهد روزهای نزدیک پررگی به کار می‌دارد. احتمال می‌رود که چراغک راهنمای 4 کوچه منطقه گلستان شهر خوجند تا آخر هفته دوباره به فعالیت آغاز کند. زیرا تعمیر و تجدید آن را متخصصان آغاز کردند و احتمالاتی پس از 2 و یا 3 روز چراغک راهنما راه نشان خواهد داد. گزارش مفنشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.